الان فصل اون پرتقالای خیلی خوشمزه است که باید باهاش یه مرغ مجلسی پرتقالی جذاب درست کنیم. اول مرغ رو اینطوری چند تا برش بزنید، از یه زعفران با کیفیت برای مزه‌دار کردن استفاده کنید که من از زعفران بهرنگ استفاده میکنم که بسته‌بندیش جوریه که نفوذ نور خورشید جلوگیری میکنه تا کیفیت و عطر طعم زعفران حفظ بشه. پودرش میکنم و با یه قالب یخ و یکم آب جوش میذارم دم بکشه. بعد اینطوری روی مرغ میریزم و یه چند دقیقه مرغ رو باهاش ماساژ میدم، میذارم نیم ساعت بمونه. بعد ادویه‌هایی که توی کپشن مینویسم و اضافه میکنم. فوت کوزه‌گریشم این رنده پوست پرتقال یکم میریزم که عطرشو فوق‌العاده میکنه. بره داخل یخچال نیم ساعتی استراحت کنه. بعدم با کره سرخش میکنم. هر دو طرف مرغ که سرخ شد دوباره یکم زعفران میریزم داخل همون مایتابه. یه دونه پیاز رنده شده رو دوباره با ادویه تفت میدم. یکم که رنگش تغییر کرد مرغا رو اضافه میکنم و آب پرتقال میریزم. نکته مهم اینه که آب پرتقالتون حتما باید آب پرتقال کارخونه‌ای باشه که مرغتون تلخ نشه. از آب پرتقال پالپدار استفاده کنید که خیلی جذاب و خوشمزه تر میکنه مرغتون رو.